درود بهت عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه هر کجای دنیا که هستی. من نورا هستم. این ویدیو یوتیوب رو دارم بعد از مدت ها ضبط میکنم. انگیزه اصلیم که باعث شد دوباره برگردم به یوتیوب دیدار با یک دوست عزیز، آرش عزیز بود و وقتی که صحبتایی با هم کردیم و گفتگوهایی که با هم داشتیم، چون آرش یک یوتیوبر حرفه‌ای هست، به من گفتش که یادآوری کرد که تو میتونی خیلی از این پیام‌های مهمی که درباره زندگی داری رو از طریق یوتیوب به گوش خیلی برسونی. پیامات میتونه واسه خیلی ها مفید باشه. منم تصمیم گرفتم بیام و خیلی دوستانه و ساده اولین ویدیو رو شروع بکنم، فقط به خاطر اینکه شروع کنم این مسیر رو و در واقع یه جورای ادامه راه قبلیم باشه. خب من یه سری یوتیوب که قبلا کار میکردم، ویدیوهای قبلیم هستش که درباره مسیری که توش بودم با شماها گفتگوهایی کردم و همونجا هم میدونستم که میتونم ادامه دادن این مسیر خیلی خوب باشه، به نفع خیلیا باشه، ولی خب به علت حالا درگیری های مختلفی که داشتم نشد ادامه بدم. خلاصه الان پر انرژی تر از قبل برگشتم و یک پلن مشخصی هم در نظر دارم که انشالله ویدیوها رو به صورت هفتگی پخش بکنیم در مورد چیزهای مختلفی که به کیفیت حالمون و به کیفیت زندگیمون قرار کمک بکنه با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی خوشحال میشم شماها هر چی انرژی خوبی که نیاز داریم هممون توی زندگی بیشتر داشته باشیم. اگه از این ویدیو گرفتید حتما ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و به هم دیگه کمک کنیم دوباره چنل من یه جون دوباره بگیره، قوی‌تر با هم ادامه بدیم. هر آنچه که در توان و تلاشم باشه میذارم برای اینکه به این دنیا و این فرصت زندگی که در کنار هم داریم کمک کنیم که بتونیم یه کوچولو شده حتی برای یک قدم یک نفس بهتر، راحت‌تر و با احساس بهتری زندگی بکنیم. خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا میکنید. ویدیو امروز و در واقع در حالی دارم ضبطش میکنم که دیروز جراحی سرپای کوچیک داشتم. نمیدونم خبر دارید یا نه، من در مراحل تکمیلی و پایانی درمان سرطانی بودم که باهاش تقریبا 1.5 سال پیش درگیر شدم. خب روزهای خیلی سختی رو گذروندم، روزهای عجیب و متفاوتی رو گذروندم که از من آدم نوعی هر نفس داره میسازه. امروز که اینجا نشستم الان تقریبا میشه گفتش که شاید 2 سال از اولین روزی که فهمیدم دچار کنسر شدم تا روزهایی که درمان رو پیش بردم و تا الان که در مراحل پایانی درمان هستم، شکر خدا. کلی هر کسی که حالا این مسیر رفته باشه میدونه که اگر قلبت باز باشه، ذهنت باز باشه به زندگی، تو همه این بالا پایینا درس‌های برای تو هستش که درس رو که بگیری اون واحد رو پاس میکنه و میره مرحله بعد. ولی واقعا چیزی که از زندگی فهمیدم هیچ تضمینی نیست که مرحله بعد آسان تر از مرحله قبل باشه، مخصوصا برای آدم‌هایی مثل من که وقتی که روز اولی که دکتر تشخیص داد بیماری من و به من گفت یا درمان تهاجمی رو باید همین هفته شروع کنی یا 5 ماه بیشتر فرصت برای زندگی نداری، برای منی که سرشار از شوق و شور زندگی بودم یه شوک خیلی بزرگ بود. اینطوری بودم که پس این که میگن زندگی خیلی هم واقعا میتونه خشن و بی‌رحم و بی‌انصاف باشه، واقعا خیلی هم دروغ نیست. به خاطر اینکه بخوام یه مقداری حجم امید رو توی بشر ببرم بالا، به خاطر اینکه بخوام وقتی آدم تاریخ انسان رو میخونه، مخصوصا در مواجهه با سختی ها، به بخش من برسه در آینده، ببینن که آدم میتونسته با وجود اون همه سختی که یک باره به هم حمله کرد تونستم دووم بیارم و این بشه منبع انگیزه برای هر کسی که احساس میکنه روزهای سختی داره میگذرونه و بدونی که تنها نیستی. بارها و بارها پیش اومده خیلی از آدم ها قبل از من این روزها رو گذروندن و شاید هیچ وقت دوربینی نبوده که بشینم جلوش صحبت کنم، ولی من الان این فرصت رو غنیمت میدونم، اینترنت رو قدر میدونم، گوشی رو قدر میدونم، موسیقی رو قدر میدونم تا اینکه بخوام حرفام رو با شما بزنم. شاید این ویدیو منبع آرامش و انگیزه باشه واسه کسایی که نیاز به اون دارن. هممون نیاز به حال خوب داریم همیشه. به قول من چیزی که من همیشه میگم حال خوب حتی زیادش هم کمه. وقتی که زیادم باشه تو میتونی با بقیه تقسیم بکنی و اینش خیلی قشنگه. امروز که دارم براتون صحبت میکنم همونطور که گفتم یه جراحی رو من پشت سر گذاشتم دیروز. جراحی هم به این خاطر بودش که داروهایی که بعد از شیمی درمانی مصرف کردم یه سری عوارضی داشت توی بدن من که من با اون جراحی که دیروز کردیم از عوارض این دارو
از عوارض جانبی که این دارو برای من درست کرده بود رها شدم. یعنی دارو یه سری خاصیتایی داشت و یک سری عوارضی داشت، مثل هر چیز دیگه تو دنیا خوب یا بدی خودشو داره. و خب من اون دارو رو 1 سال مصرف کردم. تجمع حالا اون دارو توی بدن من یا تغییراتی که در هورمونای بدن من ایجاد میکرد باعث شده بود در رحم من یک سری لایه‌های خودشون میگفتن لایه‌هایی که مقدار زخیم کرده دیواره رحم رو و میخوان مطمئن بشن که این دیواره رحم که داره زخیم میشه در اثر بیماری نیستش. خلاصه از طریق جراحی سرپایی هیستروسکوپی این لایه ها رو از دیواره رحم برداشتن، یه پولیپ کوچیکی تشکیل شده اونو برداشتن و خلاصه همه اینا با بیهوشی کامل و این چیزا انجام شد. ولی خب خدا رو شکر چون من توی ونکوور البته این جراحی رو انجام دادم، اینجا دارم زندگی میکنم، همه چیز خیلی خوب بود، تیم درمان خیلی خوب بودن و ریکاوری من خیلی سریع اتفاق افتاد. دوباره اونا رو سورپرایز کردم، من که خیلی زود به هوش اومدم چون به من گفتم ما تو رو طوری بیهوش کردیم که تقریبا تا 2 ساعت بعد از عملت بخوابی ولی تو زیر 40 دقیقه سرحال و بیدار بودی. و خب شاید به خاطر اینکه مکانیزم دفاعی بدن منه، من همش بخوام خودمو نشون بدم طوری که من سرحالم، من خوشحالم، اگه چکی هم خورده درد نداشت، ولی شده دیگه جزئی از من این روحیه. و خلاصه به خاطر اینکه احساس کردم شاید آدم‌ها از همین چیزایی رو شاید نشنیده باشن، بهتره بشنون، چون ممکنه بعداً یه طور دیگه باهاش روبرو بشن و بگن ما اصلا نمیدونستیم. تو این دنیایی که همه چیز امکان پذیره، تو این دنیایی که انقدر بر تغییر بنیانه و به قول من میگم تنها چیزی که اصلا پایداره تو دنیا همین هستش که مدام در حال تغییره، این تنها پایداری جهانه. و بعضی اوقات به خودم فکر میکنم میگم که ماها باید جوری زندگی بکنیم که اصلا انگار واقعا این نفس غنیمت‌ترین اتفاقی که میتونه در دنیا برای ما بیفته. و خیلی وقتا شاید ما خیلی برنامه و پلن داریم برای زندگیامون، فکر میکنیم که نه من این پلن‌ها رو دارم، من ورزشمو میکنم، من سیگارمو نمیکشم، من مشروب نمیخورم، من آدم خوبی هستم، پس هیچ وقت دچار این چالش‌ها نمیشم. ولی حقیقت چیز دیگه یه بچه‌ها. همه چالش‌های زندگی همش بیخ گوش هممونه، چه چالش‌های سلامتی، چه چالش‌های مالی، هر چالش‌های عاطفی، انقدر که این زندگی غیر قابل پیش بینیه. هر چقدر سعی بکنیم سوارش بشیم، پیش بینیش بکنیم، کنترلش بکنیم، باز یه جاهایی میخواد بهت بگه که ببین یه جایی شاید فکر کنی فرمون دست توه، ولی در حقیقت در طولانی مدت این منم که دارم میگم تو باید چی رو تجربه بکنی و تو از چه طریقی میتونی رشد کنی. من درباره سفر خودم، تجربه خودم اینو فهمیدم که زندگی از من میخواد که از این لحظه به طور عمیق لذت ببرم. من لذت رو برای خودم اینطوری پیدا کردم که عشق بورزم، اول از همه به خودم، به وجود نازنین خودم، و وقتی که سرشار از عشق باشم، پر از عشق باشم، اینو با خانوادم که عزیزای دل من هستن، و بعد از اون انرژی و عشق فراوان رو با همه دنیا به اشتراک بذارم، کارهای بزرگ کنم، کارهای خوب کنم که آدم‌هایی که شاید توی اون شرایط انرژیشون یه مقدار افت کرده، این نور و انرژی رو بگیرن، دست نورا رو بگیرن و شروع بکنن به قدم بعدی رو برداشتن، هرچند به سختی. حقیقت اینه که زندگی خیلی جاها اونطوری که ما میخواستیم پیش نرفت، ولی بعدن که به این مسیری که اومدی نگاه میکنی میبینی که تو فکر میکردی خوبی تو اونه که اون شکلی اتفاق بیفته. این دارم از صمیم قلبم بهتون میگم. بعدن به خودت میگی که من چی فکر میکردم چی شد. ولی خیلی وقتا وقتی که آروم میگیری از ذره از این تنش‌های درونی و فکر و خیال و اینکه من اینطور نمیخواستم، من لایق این نبودم، از این احساس خشم به خودت، خشم به زندگی رها بشی، یه کوچولو آروم بگیری، میبینی که کاری از دستت بر نمیاد حقیقتش خیلی وقتا، جز این که بشی نگاه کنی و بگی باشه من آمادم که هر تغییری که لازمه رو ببینم، به خاطر اینکه بتونم بهتر زندگی بکنم. شاید اونم باز شایده، چون یه بهتری برای تو بهتره برای یکی بهتر نیست.
یه مثال خوب بزنم اینجا، یه دوستی داشتم که میگه وقتی فهمیده دچار کنسر شده و خودش گفته که اصلا گور پدر شوهر و بچه‌م که دارم، من میخوام بمیرم. بعد خیلی جالب بود، اینو برام ایمیل فرستاده بود، گفت وقتی کتابتو خوندم، که اونم از طریق یه دوستی برای من ارسال شد، فیلیپین بود خدایا فکر کنم یا استرالیایی، که از فکر کنم استرالیا بود یکی، گفت وقتی کتابتو رو خوندم به خودم گفتم آخر مگه میشه یه آدم اون سر دنیا با این همه تفاوتی که وجود داره احساسای مشابه رو میگذرونه، از منم خیلی کوچیک‌تره، تنهاست، باز من اینجا شوهرم بچه‌م مامانم کنارم هست و داره به این، به قول خودش میگفت شگفت انگیزی، به این درخشانی مسیر تو پیش میبری. من شده بودم باعث یه انگیزه کوچولو برای این که نه به خاطر بچه‌ش و همسرش و مامانش، که به خاطر خودش، که به خاطر خودمون. یعنی ما هر کاری تو این دنیا داریم میکنیم، حتی عشقی که من به بقیه ببخشم، عشقی که من به همه ببخشم، به خاطر اینه که دنیای دور خودم رو جای امن‌تر میکنم برای زندگی خودم. این حقیقتی که دارم بهتون میگم، چون یه سری به من میگن چطور همیشه انرژی داری، چطور همیشه مثبتی، واسه اینه که بتونم دنیای دورم رو برای خودم امن بکنم، برای چند نفر دور خودم اونا امن باشن، بچه‌ها امن باشن، طبیعت امن باشه، آدم‌های خوب احساس نکنن که خوبیشون دیده نمیشه، فایده نداره، پس قدرشناسی میکنم در حد همون قدم کوچیک، در حد همون نور کوچیک، ولی میدونم که چراغ‌هایی رو روشن کردم، چون چراغ درون خودم رو تونستم روشن نگه دارم و خدا رو شکر میکنم بابت اینکه الان دارم اینجا با شما این صحبت‌ها رو میکنم. میدونم این حس خوب به شما خیلی میچسبه، میشینه. یه عذرخواهی باید بکنم اگه حرفم از 1000 جاست، فقط یه ویدیو آشنایی با هم دیگه است. شما برای من از خودتون بنویسید داستان‌های خاصی که احتمالاً توی زندگی دارید تجربه میکنید، حالتون چطوره این روزها. و امروز که دارم ویدیو ضبط میکنم هفته 2026 هفته جولای 2026. امیدوارم که به برکت عشق و به برکت خودشناسی و خودشفقتی و خودمهربونی حالمون هر روز بهتر باشه. نمیتونیم خیلی وقتا جلوی غمی که دنیامونو میگیره وایستیم، همون موقع وقتی که انگاری پرت میشیم از اون دنیایی که ساختیم به دنیای واقعی که هست، که جهان الانمونه، حتی اگه احساس بکنی که نمیدونم این لیاقت من نبود، این نهایت آرزوی من این نبود، یا این کمترین چیزیه که من میخوام، چرا اتفاق نمیفته؟ یه سری چیزها هست تو زندگی. من اینو به شما بگم، قانون زندگی به نظر من، قانون دنیا قانون انصاف نیست، قانون طبیعته. زندگی بر اساس قوانین طبیعت میره جلو. درباره این حتما توی ویدیو بعدی بیشتر صحبت میکنم. دارم یه کتاب میخونم و مینویسم و چند مجموعه داکیومنتری و مستند تماشا میکنم. خیلی دیده منو تعدیل کرده نسبت به اون جهانی که داشتم و خیلی مثبت باشم یا بخوام خیلی حرفای قلم سلام بزنم. نه، رسیدم به یک سادگی که باعث شده شاید در این لحظه یه کوچولو حالم بهتر از هفته‌های قبله و ماه‌های قبل حتی، ولی الان رو نگاه میکنم زیاد به نورایی که قبلا درگیر 1000 تا چالش بوده گیر نمیدم. اون روزها رو نیاز داشتم که غمم رو ببینم، خشمم رو ببینم و گریه کنم، زار بزنم، ولی الان توی شرایطی هستم که یه کوچولو باور کن روزای شبانه روزی که دارم این همه ساعت کار میکنم، حالا امروز روز آفمه به خاطر اینکه روز بعد از جراحیمه، باید استراحت کنم، ولی فقط اینو میخوام بهت بگم که حتی یه امروزی هم که وسط کارهام این همه شلوغی دنیا و بدو این دیوونه بازار آف گرفتم، مرخصی دارم، نشستم اینجا ابرا رو نگاه میکنم و محو حرکت این شاخه درختی هستم که از این بالای پشت بوم آویزونه. من الان دارم میبینمش، حالا به شما توی آخر ویدیو نشون میدم که ببینید. و همین گاهی میشه همه دنیای آدم. حتی آدم بعضی اوقات وقتی که خوب ذهن آگاهی رو تمرین میکنه یا حضور رو تمرین میکنه، با خودش میگه که اون دنیا پس چیه، پس این دنیا چیه، پس اون دنیاهای دیگه چیه.
و بعد میفهمی که زندگی تجربه همه این دنیا هاست به نسبت‌های مختلف. بعضی نسبت حضورشون بیشتره، بعضی نسبت گیر کردنشون توی گذشته بیشتره. میدونین چی میگم؟ خلاصه نمیخوام سرتون درد بیارم، بازم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. نظرتون رو برای من بنویسید. خیلی دوستتون دارم. هر کجای دنیا که هستید، تو هر شرایطی که هستید، بدونید که اینجا هستیم برای همدیگه، در کنار همدیگه، و منم تا جایی که بتونم سعی میکنم بیشتر زود به زود ویدیوها رو بذارم. بدونید که همه عشق ما به وطن، به ایران، از عشق ما به خودمون اول از همه و بعدش هم به تمام جهان، مخصوصا ایران. مرسی که به حرفم گوش دادید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. در تماس باشید. کامنتی، نظری اگر دارید بنویسید. چیزی اگر دوست دارید در موردش صحبت کنین. فکر میکنم موضوع بیشتر ویدیوها، هر روز من سعی میکنم یه ویدیو 10 دقیقه‌ای داشته باشم که درباره یک فکت های زندگی، چیزهایی که حالمون رو میتونه بهتر کنه در این بلبشوی دنیا، بتونیم با هم دیگه هم فکری بکنیم، هم صحبتی بکنیم. مرسی از وقتی که میذارید گوش میدید. دوستتون دارم. 3 بار گفتم دیگه بدونین چقدر زیاده دیگه این حجم دوست داشتن و عشق. و مراقب خودتون باشید. کانال اینستام اینجا براتون میذارم، حتما فالو بکنید. اونجا استوری هر روز بیشتر میذارم و سعی میکنم که توی یوتیوب هم بیشتر از قبل فعال باشم دیگه. به حرمت قسمی که پیش دوستای خوبم، آرش جان و بقیه عزیزانی که این هم مدت از من خواهش کردم ویدیو بذار، من ایشالله این فرمونو تا جایی که جان در بدن باقی است و اینترنت برقراره برای شما و برای خودم و برای دنیامون انجام میدم. در پناه نور هستی هستیم و به امید دیدار. خداحافظ.